این عکس که میبینین شبیه رحمانوف 33 سال و 3 ماه و چند روز دیگر راهبر بود در تونس، دیکتاتوری سرسخت. بعد زین العابدین آمد انقلاب کرد و این نفر خب بعد حبس خانگی بود، به امتد مرد و رفت. بارها در هنگام حبس خانگی بودنش دست به خودکشی هم زده بود، بسیار ذلیلانه مرد. شعارهای دوست داشته همین شخص ما وقتی همین خب معلومات پیدا کردیم در صفحه‌های اجتماعی، شما این رحمانوف گوش کردین که چی میگنه در مسئله همین روزه؟ 60% مردم ما مردمی کم بغل، مردمی مریض و دهقان است. میشینه روزه گرفته زردالو در اون تابستان گرما پخته است و مردم وای که نباید. یک ببینین مانندی و شبه همش دسته قانون و فهمی شدید. دوم شما در بتین آقای الله تعالی هم در همین عینی هم اینه نگاه کنید. حج نروید، پول حج رو با فقرا مساکین بدهید، یعنی فقیر و مسکین در بتین پول حج. حج کجا میرین؟ همین حج رفتن یا برای الله تعالی هم ترگم دارم و پروردگار هم گفت یا بر بره. عین همین چیز این هم عینی هم. با جوانان خواندن نماز بامداد معنی است. جوانان تا سن 18 ساله به کجا میره مسجد؟ او مسجد رفته، ای مسجد چه آموزن؟ نمو وکیلای احمق شدن گپ میگفتن. بعد از 33 سال حکمرانیش مردم تونس بیدار شد، با راهبری زین العابدین انقلاب کرد و این کثیف ای بدبخت مرد رفت. تقدیر رحمانوف من همین گونه میبینم. واقعا من همین گونه تقدیر رحمانوف میبینم که وقتی در مقابل ناموس، عزت، عفت، فرهنگ، دین، شجاعت مردم استاد شدی، یا که در مقابل آب استادی، آب تو را میبره. همین یک آب روانی که آمدن بگیره، اگر 1000 سیراش دنبه بکنی، هم آب که پر شد از دنبه میریزه. ما که مردمیم، ما انسانیم، ما جان داریم، ما عقل داریم، ما میبینیم. این ظلم و ظلم خاموشی مردم او با او معنی نیست که دیگه هر کاری بالاش بکنی. مردم یک مدت ترساندن مردم خاموش ایستاد. گمان نکنه که یک عمر همین خیمه روه. همین یک آب که در یک کاسه میریزی گمان نشو که همون ریختن میگیری. همون کاسه که پر شد آب از کاسه میریزه. همون پیش آب که دمه هم که کردی، همون آب همون کول هاوس پر که شد از لبهاش ریختن میگیره. اگر همون فوندامینی که داری پیش آب گرفتی، اگر همون یعنی که با طور زمانوی یک درست و مستحکم نساخته باشه، آیستاس همون رو میشوه، سیر راه رو میکنه میبره، همه جا رو میشوه میبره. و رحمانوف هم در برابر این قانون تو باید خیلی مستحکم باشی. با اون مشاورای بیسواد و با اون وکیلای احمق و ابله، با اون گرد و اطراف گو و گوسلت، تو نمیتونی ماجرای آب بگیری، نمیتونی سر راه آب بگیری. تو بیداری مردم نمیتونی گرفته. این مردم بالاخره به خدا بیدار میشه. این مردم یعنی که میگه اسارت رنج و حرمان از قیام از بحر آزادی سعادتمند بود هر قومی که در هر مورد آزاد است. مردم باعث آزادیش یک روزی هنگام آزادی میبینن. مردم یک یعنی که آزاد بودنش زمان درک میکنه که یعنی که همه چی براش امکانیت داشته باشه. در یک واکوم مردم گرفتن روز تا روز باهاش فشار میارن و چی میشه؟ یا که کرخ شده میمره، یا که بالاخره مبارزه میبره که از همین زندان بیرون شوه. یک کسی که در زندان بسته کنه فکر میکنه او فکر گرفتن نمیکنن. هر دیگه نقشه فرار از زندان دارن اما راهشون نیست. ولی یک روزی چیز میرسه برای اونها. اما زندانی تو خلاص زندانی مستحکمی نیست. او سیستمی که تو ساختی با او اندازه نیست که تو باورش بکنی. با 4 بیسواد و 4 مشاوری احمق تو نمیتونی یک دولت داری بکنی. و این قرارهای قبول کرده اگر در اطراف تو یک مشاوری بیسواد میشد،
حتما ضد این قانون و ترایت ایستاد میشه در مقابل، یعنی که قانع میکرد که جناب عالی رحمان و خاک تو سرت، این خلاف است، خلاف قانون مردم از تجربه جهانی نشان داده است. اونا بوی نبردن، اخلا سیاست دنیا رو خبر نمیگیرن مطالعه بکنن که ببینن در دنیا چی گپ است، چی کسی در مقابل چی ایستاد شد از بین رفت. همینم عیناً مثل رحمان و ظالم بود. امروز نامش نمیگیرن، من هست یک انسان ظالم بدبخت ذکرش میکنن و رحمان فهم انتظار یه چیز باش.